با دادن تبلیغات میتونی $100 در بیاری. اما چطوری؟ از چه طریقی؟ تو این ویدیو بهت خواهم گفت. اما اول بهم بگو درآمد دلاری داری یا نه؟ سلام رفقای خوبم، به چنل دیجیگرام خوش اومدید. واقعا جذاب و وسوسه انگیزه اینکه میتونید بدون حضور در مکانی خاص و فقط با داشتن یک سایت درآمد نجومی داشته باشید. البته کسب درآمد از سایت اونقدرها که برخی ادعا میکنند راحت و سه‌سوته نیست. ریزکاری هایی وجود داره. اگه اونها رو ندونید و تکلیفشون رو روشن نکنید خبری از درآمد هم نیست. ولی وقتی همه چیز روی غلطک بیفته شاهد سرازیر شدن سیل پول به حسابتون خواهید بود. خب میخوام به جزئیات بیشتری در مورد تبلیغات در وبسایت ها و نحوه کسب درآمد بپردازم. انواع تبلیغات و نحوه عملکرد اونها. اولین مورد، تبلیغات بنری. به بنرهای گرافیکی که معمولاً در بالای صفحه وبسایت ها یا در نوار کناری قرار میگیرن بهش میگن تبلیغات بنری. اما نحوه درآمدش چجوریه؟ شما میتونید با شرکت های تبلیغاتی قرارداد ببندید و به ازای هر بار نمایش یا کلیک بر روی بنر مبلغی رو دریافت کنید. دومین مورد، تبلیغات متنی. لینک های متنی که معمولاً در محتوای وبسایت ها قرار میگیرن رو تبلیغات متنی میگویند. نحوه درآمدزایی اون چجوریه؟ این نوع تبلیغات ممکنه به صورت CPS Cost Per Click عمل کنند. یعنی شما به ازای هر کلیک بر روی لینک مبلغی رو دریافت میکنید. سومین مورد، تبلیغات وابسته. شما محصولاتی رو از یک برند معرفی میکنید و لینک های خاص برای اون محصول دریافت میکنید. نحوه درآمدزاییش، اگر بازدید کنندگان شما از طریق لینک شما خرید کنند شما درصدی از فروش رو به عنوان کمیسیون دریافت میکنید. چهارمین مورد، محتوای اسپانسری. تولید محتوا مثل مقالات یا ویدیوها برای یک برند خاصی انجام میدید. نحوه درآمدزایی، برندها هزینه ای رو برای تولید این محتوا پرداخت میکنن. خب بزن بریم که مدت زمان به درآمد رسیدنش چجوریه. شروع فعالیتتون، اگر تازه شروع به کار کردید ممکنه چند ماه طول بکشه تا ترافیک کافی جذب کنید. توسعه ترافیکی چجوریه؟ با استفاده از استراتژی های SEO، بازاریابی محتوا و شبکه های اجتماعی میتونید ترافیک وبسایت خودتون رو افزایش بدید. اما عوامل مؤثر بر درآمدتون چجوریه؟ موضوع وبسایتتون چی باشه؟ وبسایت هایی که در حوزه پرطرفداری مانند فناوری، سلامت و مالی فعالیت می کنند معمولاً درآمد بیشتری هم دارن نسبت به بقیه. اما تعداد بازدید کنندگان چه تأثیری داره؟ به طور مستقیم با درآمد شما مرتبطه. هرچه تعداد بازدید کنندگان بیشتر باشه احتمال کلیک بر روی تبلیغات نیز افزایش پیدا میکنه. اما کیفیت محتوای وبسایتتون چجوری باشه؟ محتوای با کیفیت و مفید میتونه کاربران رو بیشتر جذب کنه و اونها را به بازگشت به سایت تشویق کنن. حقوق ماهیانتون چجوریه؟ مدل های درآمدزایی مختلفه. 3 مدل مهمش CPS یعنی به ازای هر کلیک بر روی تبلیغ، CPM به ازای هر 1000 نمایش تبلیغ، CPA به ازای انجام یک عمل خاص مانند خرید یا ثبت نام.
اما محاسبه حقوق، فرض کنید شما ماهانه 1000 بازدید دارید و نرخ کلیک یا CTR شما 2%. اگر هزینه هر کلیک $0.5 باشه، درآمد شما حدود $100 خواهد بود که این عالیه. توی این وضع درآمد دلاری انقدر داشته باشید که رفته رفته بیشترم میشه. اما نکات‌های مهم برای موفقیت توی این راه: تحقیق کردن در مورد بازار این شغل، بررسی کنید کدوم نوع تبلیغات در حوزه شما موفق‌تر هستند. استراتژی بازاریابی، استفاده از SEO، بازاریابی محتوا، شبکه‌های اجتماعی و ایمیل مارکتینگ برای جذب ترافیک بیشتر تأثیر داره. تحلیل و بهینه‌سازی، استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند گوگل آنالیتیکس برای نظارت بر عملکرد وبسایت و تبلیغات تأثیر داره. تنوع در درآمدزایی، سعی کنید از چندین منبع درآمد استفاده کنید تا ریسک کاهش درآمد رو کاهش بدید. اما چالش هایی هم داره این راه. رقابت بالا، بسیاری از وبسایت ها به دنبال جذب ترافیک و درآمد از تبلیغات هستند. تغییرات الگوریتم ها، تغییرات و الگوریتم های موتورهای جستجو میتونه بر ترافیک وبسایت شما تأثیر بذاره. مدیریت زمان، نیاز به زمان و تلاش مداوم برای تولید محتوای با کیفیت و جذب ترافیک. اینطور پول درآوردن شیرینه، چون هر جایی که به اینترنت دسترسی داشته باشی و یک سیستم هم در اختیارتون باشه و هم کار پیش میره و هم میتونید به زندگیتون برسید. به عبارت دیگه، نه محدود به زمان هستید نه محدود به مکان. دوستای خوبم، درآمد دلاری رو شروع کنید، چون که بهترین چیزی است که توی این دوره همه مردم ایران بهش احتیاج دارن. از اینکه ویدیوی من رو تا آخر دیدید بی نهایت سپاسگزارم. لایک کنید و اگر نظری هم داشتید توی کامنت ها برای من بذارید. براتون بهترین ها رو آرزومندم. شب و روزتون خوش.